سلام بچه‌ها، من فرزانه هستم. توی این ویدیو ابزارهایی که برای شروع یادگیری سیاه قلم نیاز دارین رو معرفی کردم. ما اینجا دو تا ست قلموی معروف داریم. ست قلموی ماریس کد 579 و ست قلموی پارس آرت سری 1111. کدهای 2، 4، 8، 12 و 24. میتونید اسکرین شات بگیرین که داشته باشین. شما فقط کافیه یکی از این ست ها رو تهیه کنید. ست ماریس قیمت مناسب تری داره ولی قلموهای پارس آرت کیفیت بالاتری دارن. البته با هر دوی این ست ها میتونید کاملا کارهای حرفه‌ای انجام بدید. علاوه بر اون این ابزارها هم خیلی توی مسیر کمکتون میکنن. قلموی خرم مدل 777 سایز 12 و 4، قلموی پارس آرت مدل 2125 سایز 0. برای جزئیات خیلی ریز و دقیق عالیه این قلمو. کنته فابرکاستل مدیوم و سافت برای سایه های لطیف و قوی. کنته ماریس هارد خیلی مناسب کشیدن موهای ظریفه. پودر زغال، میتونید از پودر زغال ریما یا کرتکالر استفاده کنین. من خودم زغال کرتکالر خریدم و پودرش کردم. و در نهایت انواع پاکن ها: پاکن برقی تیهو، پاکن فرچه‌ای و پاکن اتودی مونوزیرو و پاکن خمیری. مداد استدلر بدن آبی شماره 4، 6 و 8. راستی مقوای اشتنباخ یا فابریانو هم یادتون نره. پس اگه دوست داری سیاه قلم رو با روش فرزانه یاد بگیری حتما کانالمو سابسکرایب کن تا آموزش های بعدی رو از دست ندی.